السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و ارجمند، شاید گاهی برای شما یا یکی از نزدیکانتان پیش آمده باشد که دکتر توصیه کند تا ام‌آرآی بگیرید. اما واقعا ام‌آرآی چیست؟ گاهی فکر کرده این که ام‌آرآی چی باشد و چرا اینقدر مهم است؟ ام‌آرآی که مخفف مگنتیک ریزونانس ایمیجینگ است، به معنی تصویربرداری تجدید مغناطیسی است. ام‌آرآی یک روش پیشرفته تصویربرداری طبی است که بدون نیاز به عمل جراحی یا اشعه اکس، تصویربرداری بسیار دقیق و واضح از داخل بدن ما تهیه می کند و انجام می دهد. در دستگاه ام‌آرآی از یک میدان مغناطیسی قوی، امواج رادیویی و کامپیوتر پیشرفته استفاده می شود تا بتواند ساختارهای داخلی بدن مانند مغز، نخاع، مفاصل، عضلات، قلب، کبد، کلیه و حتی رگها را با وضوح بسیار بالا نشان بدهد. یکی از بزرگترین مزایای ام‌آرآی این است که کاملا بدون خطر و بدون درد است. از اشعه خطرناک مانند اشعه اکس در آن استفاده نمی شود و می تواند بیماری ها و امراض را در مراحل اولیه تشخیص بدهد. برای مثال در موارد مانند آسیب های مغزی، مشکلات ستون فقرات، پارگی رباط ها و مفاصل یا بررسی تومورها و سرطان ها، ام‌آرآی نقش بسیار کلیدی دارد. پس وقت دکتر میگوید ام‌آرآی انجام بده یا ام‌آرآی بگیر، در واقع میخواهد با دقت و جزئیات بالا وضعیت داخلی بدن شما را بررسی کند تا بهترین تصمیم تداوی را بگیرد. اگر تا حالا ام‌آرآی نکرده اید و ام‌آرآی انجام نداده اید، نگران نباشید. این ام‌آرآی یک پروسه بسیار امن است. فقط باید برای چند دقیقه بدون حرکت در دستگاه بخوابید. صدای دستگاه ممکن است بلند باشد، اما تیم تکنیکی ام‌آرآی همیشه همراه شماست و شما را مراقبت می کند تا تجربه راحت و مطمئن داشته باشید. امیدوارم که این توضیحات مفید واقع شده باشد. اگر سوال و پرسش دارید حتما در کامنت ها بپرسید. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ و ناصرتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.